سلام. موفق شدی ولی هنوز خوشحال نیستی؟ خب، خیلی فکر میکنم با رسیدن به موفقیت همه چی درست میشه، ولی بعدش تازه میفهمن هنوز اضطراب دارن، هنوز با خودشون مهربون نیستن و یا هنوز به دنبال تایید بقیه هستن. یعنی دیگران باید تاییدشون بکنن. خب ما اینجا به این نتیجه میرسیم که موفقیت فقط یک مرحله از زندگیه، ولی خوشبختی مسیر و سبک زندگیمون رو میسازه. خب خیلی طبیعی هستش که دچار این مسائل بشی. خب الان باید چی کار بکنی؟ الان وقتشه که روی خودت کار بکنی. چطوری؟ با مراجعه به روانشناس. اگر روانشناس داری که خب خیلی بهتر، اگر نه میتونی به من مراجعه بکنی. در انتها ازت میخوام که اگر برات مفید بود این پیج رو سابسکرایب کنی، لایک کنی و کامنت بذاری. اون پیج اینستاگرام من هستش، اگر خواستی اونم فالو کن.